بکری که نشکنانش تشکر سلامت باشید پهلوانی شناخته جمهوری تاجیکستان تیمور رحیموف یکی از پهلوانان شناخته جمهوری تاجیکستان بهری تیمور یک ترس تاجیکی رحمت فرهاد شیخ فلوس بهترین پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان با افتخارشون یک ترسک تاجیکی ولی هر شده شد جایزه خیلی میدان یک کفکبی صمیمانه شما بهر تشریفی انا همین چهره سلطان امام حسین سلطان را در سمت چپ میدان باز هم ادامه میدهد ما امکانیت میدهیم که پهلوانان دیگر هم میدان داری کنند غزل شاهی دولت شاه پهلوان خلعت سفید داشته از ناحیه پهلوان زاده‌ای جوان کفکوبی های صمیمانه شما محمد جان فرهادوف این هم پهلوانی خیلی صاحب تجربه به هر دو هم بخت و برار موفقیت آرزومندیم کنی یادی شمشد عبداللهیف پهلوانی ناحیه رشت شاهرخ امیرخانوف سه تن ورزشکاری گرانداز را که گفتیم شما به مرحله نهایی راه پیدا کردید هر سه پهلوانی که ما گفتیم برای آنها مکافات های شایان خواهند گذاشت عادل سفرف شمشد عبداللهیف شاهرخ امیرخانوف نزدیکتر بیام وقتی برگزاری مسابقات خیلی محدود است من خواهش میکنم نفرانی که دعا گرفتن زود به میدان آیند دادکها قربانانی است البته این هم قدرشناسی باز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی افرادی ورزش دوست که این چهار بینی را تشکیل کردم با قدر و احترام این ابرمردان باید رسید حیدر و پهلوان شهر مختار با خلعت و شورتی سفید در میدان است این عامی ایدانه این پهلوانان اشتر است خواهشمندم اندک باز هم در توزگاهیتان غزل و محمد تشکر برای هنرنمایی جالبتان با خورشید و حریف شرط قسمتی اصیل جوان مردی دارد و این کار را هم باید رعایت کند برابر کمک تیمی رسانیدن اندک با سرعتر نشد پرتوفت پهلوانی گیلمی مرکز پهلو است داوران هوشیاری و زیرکی را از دست ندهید در میدان برابر حرکت پهلوانان هم به مانند استاد ورزش خیرالله عزتوف هوشیار در مسابقات راه اندازی می‌گردد روز 22 در ناحیه در شهر حصار
23 در ناحیه عبدالرحمن جامی و 24 برگشتم به سلالای پهلوانی حصار شهر باستان در نظر است و روز 17 در جماعت دهاتی پوشینگی ناحیه دنغره هم تنتنه گشتن ملی دایر میگردم. فریاد برگشت و فریاد تیمور برای دریافت شاه جایزه قرار می‌خواهیم. این مسابقه راه اندازی می‌گردد روز 22 در ناحیه در شهر حصار، 23 در ناحیه عبدالرحمن جامی و 24 برگشتن و سلالای پهلوانی حصار شهر باستان در نظر است و روز 17 در جماعت ناحیه پوشینگی ناحیه تنتنه کشتن ملی فریاد برگشت و فریاد تیمور برای دریافت شاه جایزه و پهلوانان کناری راسی میدان خورشید مجیدوف و حریفی باری دیگر به این سه جفتی خیلی و خیلی معروفی گوشتین تاجیک عرض سپاس میکنیم. با فریاد و تیمور، با غزلشاه و محمد و پهلوانان کناری راسی میدان خورشید مجیدوف و حریفی میدان را هنرنمایی هر سه جفت خاتمه خواهد داد. برای تشریف همه شما باری دیگر از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی، شخصان ورزش دوست، بابایشان و چندین افرادی که امروز خدمتتان شایسته است سپاس و تشکر میگوییم. تشکر. آیا دستور ده کاملا تنیگه نمیکنی که نشکننش. تشکر. سلامت باشید. پرتشت پهلوانی قهار حلال